سلام، به این ویدیو خوش اومدم. مهدی هم قراره توی این ویدیو در مورد یک سری تمریناتی که برای پیشگیری از آسیب‌های کشاله ران وجود داره در مورد این تمرینات صحبت بکنم و این تمرینات رو بهتون بگم. درد کشاله خیلی آسیب رایجیه که بین اکثر بازیکن‌های فوتبال اتفاق میفته و دلایل خیلی زیادی هم داره. میتونیم به خستگی اشاره بکنیم، خستگی که حالا تو حین تمرینات یا حین بازی برای فرد اتفاق میفته و اگه اون فرد آماده جسمانی پایینی داشته باشه ممکنه که آسیب ببینه، یا موبیلیتی پایین مفصل حالا هیپ یا ناحیه لگن و قدرت این ناحیه، یعنی مخصوصا قدرت عضلات اداکتور نزدیک کننده های رانم اگه پایین باشه این آسیب رو به احتمال زیاد میبینیم و همینطور عضلات کور، اگه عضلات کور ضعیفی هم داشته باشیم ممکنه که این آسیب رو ببینیم. در ادامه میریم یک سری تمرینات رو برای بیس و پایه بهتون معرفی میکنم. میتونید از این تمرینات استفاده بکنید که دیگه آسیب‌های کشاله ران سراغتون نیاد. برای تمرین اول به صورت راحت روی زمین میشینید و پاهاتون رو به همدیگه نزدیک میکنید و به همین صورت از همدیگه باز میکنید و یه مکسی رو پایین دارید برای اجرای این تمرین. تمرین دوم به همون صورته ولی تک پا رو از کنارین باز میکنید و یه مکس کوچیکی پایین انجام میدید. فشاری که میاره تو این دوتا تمرین اول و دوم داخل عضلات ران باید این فشار رو احساس کنید. تمرین شماره 3 به این صورته که توپو بین دوتا داخل پا قرار میدید و 4 ثانیه فشار به توپ میدید، مکس میکنید و رها میکنید. تمرین شماره 4 هم به این صورته که توپو بین زانوها قرار میدید توی این حالت و فشار وارد میکنید 4 ثانیه و رها میکنید. بازم 4 ثانیه فشار و رها کردم. تمرین شماره 5 هم دقیقاً تمرین قبلیه، فقط با این تفاوت که همونطوری که به توپ فشار وارد میکنید باسن رو میاریم بالاتر که عضلات کور هم درگیر بشه. تمرین 6 هم به این صورته که یک پا رو پشت پای دیگه قرار میدیم و پا رو به این صورت با یه ریتم خاص بالا و پایین میاریم. داخل پا باید فشار رو احساس بکنیم. این یک کار قدرتی که دارید انجام میدید. تمرین شماره 7 هم به این صورته که پا بیشتر از عرض شونه باز میکنید و یه نشست به طرفین انجام میدید و یه مکس کوچیک و بازم میاید بالا. تمرین شماره 8 هم به این صورته که به صورت دیپ اسکات میشینید ولی زانوها به کنارین باز میشه و تو همون حالتی که نشستید یه مکسی رو میدید به خودتون و پاهاتون رو از بغل باز میکنید. تمرین شماره 9 هم ساید پلانکه ولی با این تفاوت که پای بالا که قرار فشار روی این پا بیاد به عضلات داخلی رون پا فشار بیاد، به همین حالت تک پا بالا قرار میگیره و زانوی پایین خیلی لمس کوچیکی روی زمین داره و اینکه بدنم توی این حرکت باید صاف توی یک راستا باشه. یه 10 ثانیه بالا مکس میکنید و میاید پایین. اگه نتونستید میتونید کمتر بکنید تایم. حرکت بعدی شماره 10 به این صورته که همون ساید پلانکه، فقط پایی که پایین بود و میاریم از زمین جداش میکنیم، یعنی از اون حالت کمکی درش میاریم. اینو اگه تونستید تمرین قبلی رو به خوبی انجام بدید، یعنی جا افتاد براتون، میتونید هفته‌های بعدی از این تمرین استفاده بکنید. امیدوارم از این تمرینات استفاده بکنید و به دردتون بخوره. چند تا ویدیو هم اینجا میذارم برای اینکه آسیبای کشاله رو نبینید. حتما این ویدیوها رو هم ببینید، خیلی به دردتون میخوره.